قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. قل بگو ای پیامبر برای بندگان من، این کان آباؤکم، اگر باشد پدران شما، و ابناءکم، فرزندان شما، و اخوانکم، برادران شما، و ازواجکم، و زنان شما، و عشیرتکم، و اون خویشاوندان شما، و اقربای شما، و تجارتی که از کسادش میترسی، این را بدان احب الیکم من الله و رسوله. اگر اینها را دوستر داشتید از خدا و پیامبر، فتربصوا حتی یأتی الله بامره، پس بدان و متوجه باش که عذاب خدا میرسد. اگر از رسول الله دفاع نکنیم، از اسلام دفاع نکنیم، رسول الله را دوست نداشته باشیم، عذاب خدا می آید. فتربصوا حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین. خداوند هیچ وقت قوم فاسق را هدایت نمی کند. خداوند هیچ وقت کسانی که با رسول الله زبان درازی کنن و کسانی که بر رسول الله اتهام بزنن و به ساعات مقدس رسول الله زبان درازی بکنن، والله لا یهدی القوم الفاسقین. خداوند هیچ وقت اونها را هدایت نمی کند. عذاب علیم خدا، عذاب عظیم الهی و عذاب مهین خداوندی منتظر آنان است که بر ساحات مقدس منجی عالم بشریت زبان درازی کردند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم. ای کسانی که ایمان آورده اید، متوجه باشید، آگاه باشید، هوشیار باشید. یهود و نصارا دوست نمی شوند. دشمن هیچ وقت دوست نمی شوند. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هرگیز یهود و نصارا دوست نمی شوند مگر که اونها را پیروی بکنی. این عشق با رسول الله است. این توهین هر وقت امت اسلام شنیدن چند نفر بیهوش بیرون کردن. اینها عاشقان رسول الله بودن. 1400 سال از رسول الله می گذرد، امروز امتش طاقت توهین بر رسول الله را ندارند.